سلام. اعتراضات و رخدادهای دی‌ماه 1404 ذهن افکار عمومی رو به خودش مشغول کرده. همه درباره نتایج و عواقب این رخدادها با هم صحبت میکنن، ولی به نظر میرسه ما هنوز درباره زمینه‌ها و دلایل اتفاق و رخ دادن این حوادث به اندازه کافی صحبت نکردیم. برای همین امروز ما از سمانه گلاب پژوهشگر اقتصادی دعوت کردیم تا در مورد دلایل و پیش‌زمینه‌های رخدادهای دی‌ماه 1404 باهاش صحبت بکنیم. خانم گلاب پژوهشگر اقتصادی است و در کارهاش و در پژوهش‌هاش بررسی مسائل اقتصادی رو در یک چارچوب گسترده‌تر اجتماعی و سیاسی انجام میده. خانم گلاب معتقده هم در دولت و هم در جامعه ما با یک فرسودگی شدید نهادی روبرو هستیم. خانم گلاب خیلی خوش اومدین به برنامه ما، به این گفتگو. همونجور که توضیح دادم، من هم صحبتی که کردیم قبل از گفتگو و هم کارهایی که شما قبلا منتشر کردید یه نگاهی دارید در مورد وضعیت دولت و وضعیت جامعه در ایران. من خواستم با این سوال ساده شروع کنم که تحلیل شما از وضعیت فعلی چیه؟ چی شد که ما به اینجا رسیدیم؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون که همچین بحثی رو راه انداختین در این مجموعه. قبل از شروع بحث البته من لازم میدونم که تسلیت بگم به همه هموطنانی که در این حوادث تلخ از هفته اول دی ماه تا پایان دی ماه باعث شد که عزیزانشون رو از دست بدن. واقعیت اینه که جامعه هنوز در شوک بزرگیه، همه ما در شوک بزرگی هستیم و امیدوارم که بتونیم از این شوک عبور بکنیم و برای فردای بهتر کشورمون کاری رو انجام بدیم. و لازم میدونم تاکید بکنم که این تحلیل ها هرچند که لازمه ولی واقعا شاید هیچ کدومشون نتونن اون رنجی که در واقع جامعه ایران در این یک ماه تحمل کرد رو به تصویر بکشن. ببینید، خب همونطور که خودتونم اشاره کردید بحث من محورش اقتصادیه، اما با تاکید بر اینکه یک اقتصاد در خلأ شکل نمیگیره. اقتصاد داره بر بستر سیاست شکل میگیره و نمیشه اقتصاد رو تحلیل کرد بدون اینکه بستر سیاسی اون قضیه رو دید. تورم، کاهش ارزش پول ملی، نوسانات شدید اقتصادی، نوسانات شدید پول ملی، بیکاری، اینها مسائلی هستند که بحران‌های اقتصادی هستند. ما اگر رجوع بکنیم به آخرین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها در ایران می‌بینیم که توی اون هم مردم تورم و گرانی و بعد بیکاری رو بالاترین نگرانی خودشون در مورد کشور اعلام کردن. پس این بحران‌های واقعی هستن که مردم با گوشت و پوست و خونشون دارن لمس میکنن و براشون دغدغه است. اما بحران اقتصادی خود به خود تبدیل به یک بحران اجتماعی نمیشه. یک چیزهایی باید بهش اضافه بشه تا یک بحران اقتصادی به یک بحران اجتماعی، اون چیزی که ما در دی ماه شاهدش بودیم، منجر بشه. دو تا از اون مواردی که به ذهن من میرسه در مورد اون اضافاتی که بر بحران اقتصادی ما میبینیم، بحث تداوم هستش و بحث انسداد اصلاح. تداوم از این منظر که ما وقتی در مورد تورم صحبت میکنیم در مورد 1، 2 یا 3 سال تورم صحبت نمی کنیم. ما در مورد نزدیک به 50 سال تورم 2 رقمی در کشور صحبت میکنیم که شاید فقط 3 یا 4 سال اون ما تورم‌های زیر 10% رو مشاهده کردیم. این تورم به یک ویژگی زیسته اقتصاد ما تبدیل شده. اما همین تورم هم در 1 دهه گذشته دیگه شکل‌های خیلی ترسناکتری به خودش گرفته. از این منظر که هم عددها و رقم‌هایی که براش رقم میخوره عجیب و غریبه و بالاتر از اون تورم‌های 2 رقمی متوسطیه که ما در قبل از دهه 90 می‌دیدیم و هم اصابتش اصابت ویژه‌ایه. ما در 2 سال گذشته بعضا تورم دهک‌های پایین جامعه ما بیشتر از دهک‌های بالای جامعه ما بوده. یعنی به اون طبقات پایین بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن که میتونیم اون رو ناشی از تورم شدید مواد غذایی و تورم مسکن ببینیم که سهم بالایی رو داره توی
توی سبد مصرفی خانوار. فکر کنم امسال ما تقریبا یک تورم بالای 70% برای اقلام غذایی داشتیم اگه اشتباه بله نکنم. بله، حتی در مواردی ما به تورم 80% هم در مورد اقلام غذایی رسیدیم و خب میدونیم که سهم غذا توی سبد خانوار سهم بالاییه و هرچی تورم این بخش بالا بره یعنی خانوار مجبور از بخش‌های دیگه مصرفش بگذره تا بتونه اون حداقلش رو تامین بکنه. علاوه بر این نه تنها خانوارها دارن سهم بالایی رو صرف اولیات زندگیشون مثل غذا و مسکن میکنن که این توی آمارها کاملا مشخصه، همزمان کاهش کیفیت رو هم ما توی این داریم. کاهش نزدیک به 50% مصرف لبنیات توی دهه گذشته، شیر به طور خاص توی یک دهه گذشته، کاهش نزدیک به 40% گوشت قرمز. اینها مواردیه که نشون میده که هم خانوار داره هزینه‌های بیشتری رو برای حداقل‌ها و در واقع برای بقای خودش انجام میده و هم در این حداقل‌ها و بقا هی داره کمتر و کمتر به دست میاره. این چیزیه که من از اون یک بخشی از فرسودگی زیستن در واقع نام میبرم. اون چیزی که آدم‌ها تلاش میکنن برای اینکه حرکت کنن، جلو برن، زندگی خودشون رو بسازن، اما هر بار یک قدم عقب‌تر میافتن. و وقتی این تداومه رو ما توی این موضوع میبینیم و در کنارش یک امکان اصلاح رو هم نمیبینیم. حالا من کاری به این ندارم که اصلاح شدنی است یا ناشدنی است، شاید در این مورد نیاز به بحث‌های زیادی باشه از جنبه‌های مختلف، اما چیزی که میبینیم اینه که در واقع در نگاه و پیشفرض جامعه اینه که ما در حوزه اصلاح به یک انسدادی خوردیم. من باز اگه بخوام رجوع بکنم به همون پژوهش ارزش‌ها و نگرش‌ها، بالای 60% مردم معتقدن که وضعیت اقتصادی وضعیت اقتصادی و سیاسی در 5 سال نسبت به 5 سال گذشته بدتر شده و بالای 55% معتقدن در 5 سال آینده هم بدتر خواهد شد. این یعنی همون چیزی که ما ازش به عنوان انسداد اصلاح میتونیم یعنی در ذهن مردم فضا چشم انداز اصلاح بسته شده. سوالای دیگه هم توی این پژوهش هست که همین موضوع رو تایید میکنه. مثلا نزدیک 30%، یعنی میتونیم بگیم تقریبا از هر 3 نفر 1 نفر معتقدن که اصلاح پذیر نیست این وضعیت. و خب این دوتا در کنار هم با وضعیتی که دائما رو به نزوله آدم‌ها رو و جامعه رو به سمت و سوی میبره که باید حرکتی کرد که شاید این حرکت از مسیرهایی که پیشتر اتفاق میافتاد انجام نشه. مضافاً به این که من فکر میکنم که نباید اعتراضات دی‌ماه رو جدا از اعتراضات گذشته هم دید. ما حتی اگر به خیلی قبل هم برنگردیم، از همین سالهای 96 به این سمت ما انواع اقسام اعتراضهای مقطعی و دوره‌ای رو داشتیم. یعنی هم خود سال 96، هم سال 98، هم اعتراضات دائمی معلمان و بازنشستگان که دائما شاهدش بودیم، اعتراضات سال 1401 که اینها عموما دستاورد ویژه‌ای برای جامعه اونطور که بتونه ملموس باشه نداشته. یعنی از طریق اعتراضات محدود صنفی مسالمت آمیز بخش‌های مختلف جامعه به نتیجه نرسیدن. و اتفاقا ما توی این اعتراضات متاسفانه در تمام این از دست دادن جان عزیزان رو هم داشتیم. یعنی اگر هم افقی باز شده در بخشی از اینها با هزینه بسیار بالایی بوده و همه اینها در کنار هم نشون میده به جامعه که باید مسیر دیگه ای رو انگار انتخاب بکنه برای اون چیزی که میخواد پیش ببره. اون چیزی که در واقع من فکر میکنم یه بخش اولیه اون و فکر میکنی که چه بخش‌های بیشتر در جامعه درگیر این چشم اندازند؟ بخش اول صحبتت گفتی که فشار تورم روی طبقات پایین‌تر بیشتر هست. بله. آیا این بسته شدن افق و یا حضور خیابانی به اون برای اعتراض به نظرت بیشتر متوجه طبقات پایین یا طبقات متوسط رو هم در بر میگیرد؟
نه لزوما. ببینید تورم آره اصابتش به طبقات پایین بیشتر بوده، اما اون چیزی که من عرض کردم اول صحبتم مربوط به فرسودگی زیستن، اون چیزی که خیلی طبقه محور نیستش. اون چیزی که همه افراد چه از طبقه متوسط چه حتی از دهک‌های بالای جامعه دارن باهاش مواجه میشن. یعنی یه چیز نسبیه که هر کسی وضعیتش رو به قبل مقایسه میکنه، هم به قبل مقایسه میکنه و همین که چقدر در مسیر و آینده‌ای که برای خودش تصور کرده و تصویر کرده میتونه به سمتش گام برداره. ببینید بخش دیگه‌ای از این فرسودگی زیستن رو ما داریم توی نگاه مردم به پدیده‌هایی مثل مهاجرت هم نگاه میکنیم. یعنی کافیه یک کمی با جوان‌ها و نوجوان‌ها صحبت بکنیم، میبینیم که مهاجرت به عنوان یک گزینه خیلی مهم برای آینده زندگیشون داره مطرح میشه. یعنی گویی که رفتن و از بیرون رفتن از این شرایط فقط به واسطه بیرون رفتن از این دایره مرزی داره قرار اتفاق بیفته. مهاجرت. و این یعنی این که من دیگه در این دایره مرزی برای خودم خیلی آینده‌ای نمیبینم نسبت به این وضعیت موجود. اینها همه نشون دهنده همون چیزیه که میشه دوباره در همون دایره فرسودگی تعریفش کرد. به بستن افق. حالا سوالم اینه که خب تو خیلی میگی تداوم، چرا تو این تحلیل تو از وضعیت نیمه کل کشور یعنی جامعه اون سمت دیگه دولت، خب این تداوم چرا نتونسته تا الان واکنش مناسبی به این وضعیت بده؟ شما از پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها مثال دادین، یه پیمایشی که دولتی اصلا انجام شده. بله. نتایجش هم عمومی بوده. چرا شما واکنش مناسبی از سمت دولت نمی‌بینید؟ ما اول باید ببینیم منظورمون از دولت چیه. آیا ما داریم دولت رو به عنوان قوه مجریه نگاه می‌کنیم یا به عنوان نظام و دایره حاکمیتی کشور؟ هر دوتاش میتونه باشه. هر دوی اینها میتونه باشه. فکر میکنم توی بحثایی که ما توی 1-2 سال اخیر حتی از اقتصاددانان به نام کشورمون که عموماً خیلی تمرکزشون روی حوزه اقتصاد به صورت محض اقتصادی بوده، از اونها هم حتی میشنویم که موضوع اقتصاد موضوع صرفاً اقتصادی نیست و موضوع سیاسته. و بحث خیلی ها این موضوع بوده که سیاست خارجی ما تا زمانی که حل نشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ما حل نمیشه. یعنی وقتی که پیش میریم در مورد همین واقعه اخیر، یعنی کاهش ارزش پول ملی، ما میبینیم که یک طرف یک نیازی به ارز وجود داره، یک طرف یک عرضه‌ای از ارز وجود داره. عرضه ارز محدود، رانتیه و به شدت تحت تاثیر نوسانات بین المللیه، به این معنی که کاملا وابسته به صادرات نفت و کالاها و مشتقات نفتیه. این صادرات به شدت تحت تاثیر تحریم، به دلیل تحریم صادرات، همین صادرات محدود داره توسط گروه‌های خاص فقط امکان پذیره که اتفاق بیفته و تمام اینها این دایره رو محدودتر و محدودتر میکنه و با یک نوسانی میتونه یک شوک ایجاد بکنه. از اون طرف هم ما تقاضای ارز رو داریم که این تقاضای ارز یه بخشش تقاضاییه که برای اساسی ترین کالاهای تولیدی این کشور داره انجام میشه، مثل مواد اولیه، مثل ماشینالات، مثل دارو، مواد غذایی و مواردی مثل این، که این دیگه راحت نمیشه کمش کرد، این تقاضا رو محدودش کرد. توی این فضا خب خیلی طبیعیه که هر شوکی در حوزه تحریم اتفاق بیفته یا هر شوکی در حوزه وارد کردن اون ارزی که ناشی از فروش مواد و صادرات هستش اتفاق بیفته، یک نوسان بزرگی در عرصه نظام ارزی کشور ایجاد میکنه. نوسان در نظام ارزی کشور یعنی عدم دسترسی به دارو، یعنی افزایش قیمت‌های کالاهای کلیدی. مسئله اقتصادیه ولی ریشه کاملا سیاسی. و این موضوعیه که میگم حتی اقتصاددانانی که خیلی مسائل اقتصادی رو بررسی می‌کردن بهش اشاره کردن. ولی ما ببخشید حرف قطع کنم، ولی اون اقتصاددانا بیشتر بحثشون نظام سیاسی ما با نظام بین الملل بود. ولی در مورد مسئله ارز مشخص شد که در واقع خود حوزه اقتدار دولت دچار مشکل شده. یعنی دولت نمیتواند با پیمانکار
ارز آورش ازش ارزشو بگیره. مثلا وزیر میاد میگه که خدمت شما عرض کنم تلفن منو جواب نمیدن رئیس بانک مرکزی، و بعد بحثایی که میشنویم اینه که فرسودگی نهادی بسیار وحشتناکه. یعنی در واقع مدیر عامل شرکت نیکو بازرگانی نفت ما ادعا کرده که در همون روزهای اول دولت 14 جلسه گذاشتن برای تراستی ها و رئیس بانک مرکزی ما هر گونه بدهی رو منکر شده. یعنی اصلا مثل اینکه حسگرهای این دولت از بین رفته. یک دو، هیچ اقتداری در پس گرفتن دارایی‌های مشاع کشور که همون پول ارز باشه به طور مثال وجود نداره. یعنی خیلی قضیه دولت واقعا به نظر میرسه که به لحاظ چی جوری بگم، به لحاظ ساختاری از هم پاشیده، کم ظرفیته. واقعیتش اینه، ظرفیتش به شدت پس پایین اومده. اتفاقا می‌خواستم عرض کنم خدمتتون که ما تا وقتی میایم در مورد سیاست خارجی صحبت میکنیم اینجا نباید متوقف بمونیم. سیاست خارجی ما هم در گروه سیاست داخلی ما که و اصولا تصمیمات داره در بحث سیاست داخلی گرفته میشه که نتیجه و سرریزش در سیاست خارجی داره دیده میشه. اما در این مورد خاص که شما اشاره کردین و در موارد دیگه‌ای از سیاست هایی که در حوزه اقتصاد داره اتفاق میفته، بله این موضوع هم به شدت مورد توجه باید باشه که ما دولت و دولت هایی داشتیم که واقعا ظرفیتشون پایینه. دولت بالاخره باید سطحی از توانمندی اجرایی و سطحی از اقتدار اجرایی رو داشته باشه. توی همین قضیه ارز مشخص شد که دریافت کنندگان ارز عموما یا شرکت‌های دولتی بودن یا وارد کنندگان انحصاری کالاها. وقتی دولت نتونه با همین افراد و همین گروه‌هایی که باهاشون داد و ستدهای داد و ستدهای بزرگ داره ولی دایره کوچیکی هستش، نتونه اعمال قدرتش رو بکنه و ارز رو بده و نتونه دریافت بکنه، این معنیه که ظرفیت اجرایی و قدرت دولت پایینه. و از طرف دیگه این رو ما فقط در مورد ظرفیت دولت توی این بخش نمیبینیم. سرریز این تبدیل میشه به این که ما امنیت اقتصادی نداریم. ببین ما باز ممکنه توی نظریه‌های اقتصادی سر این اختلاف وجود داشته باشه که اصلا چرا باید دولت ظرفیت اقتصادی در این حد برای خودش ایجاد بکنه که بتونه انحصار ایجاد بکنه و بعد از انحصارات بخواد دریافتی داشته باشه. اصلا چرا باید دولت تا این سطح مداخله بکنه که بخواد حالا ببینه که ظرفیت این میزان مداخله رو داره یا نه. در این مورد نظرات متفاوته، اما در یک سری از موارد اینه که تمام در واقع میتونیم بگیم گرایش‌های اقتصادی روی اون اتفاق نظر دارن و اون همینه که دولت مسئول حفظ امنیته. این امنیت فقط امنیت اقتصادی، امنیت در واقع سیاسی به اون مفهوم که از جنگ جلوگیری بکنه نیست که حتی ما در این زمینه هم در واقع نتونستیم اون امنیت لازم رو ایجاد بکنیم. حتی امنیت حفظ جان شهروندان هم فقط نیست که باز ما در همون مورد هم نتونستیم آن چیزی که لازمه و مورد نیاز یک جامعه است انجام بدیم. امنیت اقتصادی هم هست. وقتی دولت اونجا اون ظرفیت رو نداره، عملاً به یک بی‌امنی اقتصادی مواجه میشه که ناشی از همین نوساناته که یک بی‌افقی اقتصادی داره اینجا اتفاق میفته. منظورت از امنیت اقتصادی میتونی یه خورده روشن‌تر بگی؟ یعنی ثبات در قرارداد یا کنترل تورم، منظورت چیه؟ همه اینها. ببینید وقتی ما در مورد تورم صحبت میکنیم داریم در مورد کاهش ارزش پول ملی صحبت میکنیم، داریم در مورد کاهش ارزش درآمدهای مردم صحبت میکنیم. بسیاری از مردم آن چیزی که در واقع میتونن در بازارها ارائه بدن نیروی کارشونه که در برابرش درآمد کسب میکنن و این درآمد هر روز داره قدرت خودش رو از دست میده، قدرت خرید خودش رو از دست میده و این یک نوع ناامنیه. وقتی که ما دائم در یک بی‌ثباتی تصمیم گیری هستیم و در مورد تصمیم گیری ها گفتگویی با مردم انجام نمیشه، این بی‌ثباتی هم یک نوع ناامنی اقتصادی و داره ایجاد میکنه در بین مردم. در مورد همین موضوع ارز، خب بحث بر یکسانسازی نرخ ارز مدت ها بود اتفاق می افتاد، ولی تریبون ها تقریبا تریبون های یک طرفه و صداهایی شنیده نمیشه در این مورد که این چه تبعاتی میتونه داشته باشه تو
دفعه‌های قبل و دوران قبل که این اتفاق افتاد چه تبعاتی داشت، دولت برای اون تبعات چه برنامه‌ای گذاشته. حتی در مورد خود همین موضوع یارانه‌ای که قرار شد اختصاص داده بشه، ما می‌دیدیم در 3 روز 3 تا تصمیم متفاوت توسط دولت داره اعلام میشه و اعمال میشه. همه اینها نشون میده که یک بی‌ثباتیه و این بی‌ثباتی یعنی ناامنی اقتصادی. و وقتی ناامنی اقتصادی داشته باشی شما افق تصمیم گیری دیگه نداری توی این وضعیت. و مضافاً به این من میخوام اضافه بکنم به این در واقع بحث که ما این وضعیت رو خیلی ساله داریم، یعنی وضعیت جدیدی نیست، موضوع تحریم ها موضوع جدیدی نیست، تشدید شده ولی موضوع جدیدی نیست. نوسانات ارزی نوساناتیه که ما در دوره‌های مختلف باهاش مواجه بودیم. پایین رفتن در واقع کیفیت زندگی موضوع جدیدی نیست، ما تقریبا با نزدیک 15 ساله با این قضیه درگیر هستیم. اما مردم و جامعه من فکر می‌کنم یه بخشی از این فشارها رو طی سالهای گذشته با تغییر سبک زندگیشون سعی کردن کم بکنن. ببینید مواردی مثل افزایش سن ازدواج، زندگی کردن نسل‌های مختلف یک خانواده درون یک خانواده. حالا من لزوما این افزایش سن ازدواج رو منفی نمیدونم در مورد این قضیه، ولی اینکه افراد ولی یک پدیده است و اینکه افراد امکان استقلال رو ندارن. یعنی الان می‌بینیم نسل‌های مختلف یک خانواده دارن درون یک خانواده زندگی می‌کنن، در نتیجه 3 یا 4 حتی ما بازگشت داشتیم کسانی که مستقل زندگی می‌کردن، چه مجرد چه متأهل، و الان دوباره برگشتن پیش خانواده. دقیقاً. این به این معنیه که امکان این که افراد بتونن برن و برای خودشون زندگی مستقل ایجاد بکنن کمتر شده و از این طریق زندگی رو تا حدی مدیریت کردن. یعنی برگشتن درون خانه، اجاره خانه کمتری دارن میدن، به جای اجاره 2 تا خانه دارن اجاره 1 خانه رو میدن، یا بعضا ممکنه دیگه از هزینه اجاره صرف نظر بشه، خونه مالکیتی باشه. 3 حقوق وارد یک خانواده میشه به جای اینکه 1 حقوق بخواد 1 نفر یا چند نفر رو به چرخونه. این اتفاقاتی بوده که زیر پوست شهر و زیر پوست جامعه داشته میافتاده. یعنی این فشارهایی که داشته وارد میشده به جامعه رو با این تغییر سبک زندگی جامعه هی داشته در خودش حل میکرده و داشته خودش رو وفق میداده. اما الان به جایی رسیدیم که به نظر میرسه این تغییر سبک زندگی هم دیگه برای مقابله با این فشار خیلی جوابگو نیست. یعنی تا اونجایی که میشده اتفاق افتاده، دیگه از این به بعد باید چه کرد. و وقتی به این نقطه میرسیم که از این به بعد باید چه کرد و وقتی به این نقطه میرسیم که ما برای بقا دیگه با یک مشکلات جدی و با یک محرومیت‌های جدی مواجه هستیم، دیگه به نظرم خیلی عجیب نیست که ببینیم که اتفاقهایی از جنس دی‌ماه امسال به وقوع بپیونده. شما به جز این چه راهی میتونیم برای جامعه ببینیم که بهش دست پیدا کنیم؟ خب سوال به جای خوبی رسید که چه باید کرد، ولی قبلش من میخوام بپرسم که اصلا چرا این اتفاق افتاد، چرا این فرایند طی شد. ما خدمت شما عرض کنم موارد خب تورم یک وضعیت پایداری بود از دهه 50 در اقتصاد ایران، ولی ما در مقاطعی از همین تاریخ 50 ساله رشدهای خوبی رو هم تجربه کردیم. افزایش درآمدها رو در واقع تجربه کردیم، شاهد بودیم. توزیع درآمدها رو به شکل‌های مختلفی شاهد بودیم. اینا نشون میده که این مسیری که ما اومدیم مسیر اجباری و ضروری نبوده. ما میتونستیم مسیرهای دیگه ای رو بریم. چی شد که ما به این مسیر افتادیم؟ ظرفیت دولت کاهش پیدا کرد و قاعدتاً و نتیجتاً منجر شد به فرسودگی اجتماعی. ببینید یه بخشی از این پاسخ رو باز باید در انتخاب‌هایی دید که نظام سیاسی داشته در کشور و یه بخشی رو باید در جامعه دید. در حوزه نظام سیاسی به نظر من انتخاب‌های ما از سال 88 به این سمت به سمتی رفتش که خواسته‌های جامعه کمتر توش شنیده شد. این هم در موضع سیاست داخلی در موردش میتونیم در موردش صحبت بکنیم و هم در مورد سیاست خارجی در این زمینه میتونیم صحبت بکنیم.
این گزاره‌ای که ما هر بار هنگام انتخابات بین جامعه میشنویم، انتخابی که وقتی بحث رأی دادن یا رأی ندادن میشه، روی این صحبت میکنن که باید بین بد و بدتر بد رو انتخاب کرد. این یک پس زمینه دیگه ای داره به این که من انتخاب خوبی در این سیاست ندارم و باید یک انتخابی بکنم که من آسیب کمتری برسه، نه به این معنی که انتخابی بکنم که به خواسته هام دست پیدا بکنم. این در بخش سیاست داخلی ما داریم این قضیه رو میبینیم که اصولاً جامعه به این سمتی رفته که مسیر انتخاب اصلح برای من از بین رفته. حالا من میخوام همینجا یه سوال بپرسم، چون به این مورد اشاره میشه که ماه گزینه هامون از طرف نظام سیاسی هی محدود و محدودتر میشه، آیا تحلیل داری که چرا اصلا این اتفاق میفته؟ چرا نظام سیاسی همچین مسیرهایی رو انتخاب میکنه؟ اغلب موارد میگن یه انتخاب ایدئولوژیک بوده، به خاطر ایدئولوژی حاکمیته، ولی ما در طول این مدت دیدیم که حتی حاکمیت نتونسته اون خواسته های ایدئولوژیک خودش رو محقق بکنه. این باعث نشده که متوجه بشه اصلا این مسیری که داره میره اشتباهه؟ یعنی اصلا تو قبول داری که دولت حاکمیت به خاطر رویکرد ایدئولوژیکش همچین تصمیمایی رو گرفته؟ برای اینکه روشن‌تر سوالم بپرسم، چون بعضی از در واقع محققان نهادگرا در واقع بیشتر روی گروه‌های ذی‌نفع تاکید میکنن، یعنی شکلی از نفع و منافع وجود داره که خودش رو پنهان میکنه شاید زیر شعارهای در واقع ایدئولوژیک و در واقع الان این نظام سیاسی و به تبعش جامعه درگیر و اسیر یه سری گروه ذی‌نفعه که از فرسودگی دولت، از بی‌افقی جامعه سود میبرن، چون میتونن که اموال مشاع، منابع کشور فلان رو به اسم مثلا تحریم، به اسم بسته بودن روابط خارجی به نفع خودشون چیز کنن. همونطور که تو هم اول کار صحبت توضیح دادی و همه میدونن، برگشت ارز به کشور الان در انحصار یک گروه خاصیه. من فکر کنم اگه ما شرایط نرمالی برگردیم با نظام جهانی، خود دیگه قاعدتاً این گروه ها سود نمیبرن. این خیلی برای من جالبه، چون خیلی خوب توضیح دادی تا اینجا که چه اتفاقی افتاد، ولی اینکه چرا این اتفاق افتاد و چرا این انتخاب‌های بد اتفاق افتاده، اگر نظری داری ممنون میشم بگی. شاید بشه این رو تا یه حدی در اون چارچوب نگاه عجم‌اوغلو توی ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی بهش پرداخت. الان که این سوالو مطرح کردی من دارم همزمان بهش فکر میکنم. اونجا عجم‌اوغلو مطرح میکنه، میگه یک نظام سیاسی، حالا خیلی ساده بخوام بگم، وقتی که یک نظام بسته‌ایه، یعنی هم دسترسی محدودی به افراد محدودی دسترسی به مقامات سیاسی و به راندهای اقتصادی دارن. این شرایط خیلی شرایط دارای بقایی نیست و تو یک شرایطی میتونه بقا پیدا بکنه، اونم نسبت به این که بتونه جامعه رو هم ارضا بکنه به لحاظ مادی و به لحاظ رفاهی، بتونه یک رضایتی در جامعه ایجاد بکنه که بگه اگر من این انحصارات رو دارم، این سطحی از رفاه رو هم در جامعه دارم، که شاید مثلا ما نمونه هاش رو بتونیم در کشورهای حاشیه خلیج توی این چند سال گذشته، حالا حتی اونها هم به سمت اصلاحاتی رفتن، ولی نظامات بسته به لحاظ سیاسی بودن، ولی سطحی از رفاه رو برای شهروندانشون ایجاد می‌کردن و اینجا شاید به یک تعادلی برسه و تنش ایجاد نشه. ولی وقتی که جامعه در یک معرض تنش‌های رفاهی قرار میگیره، اون موقع خیلی براش راحت نیست که بپذیره که انحصارات سیاسی و اقتصادی دست یک گروه خاصی، پس احتمالاً حرکت‌هایی انجام میده. حالا این حرکت‌ها باهاش چه اتفاقی در مقابلش چه اتفاقی میفته؟ بعضا نظام سیاسی ممکنه که بپذیره که بخشی از مزایا و امتیازاتش رو از دست بده و امتیازات رو به جامعه منتقل بکنه، اما بخشی از قدرت رو کماکان برای خودش نگه داره. اینجا ممکنه کمی فضا باز بشه. حالا اینجا بستگی به جامعه داره که آیا میپذیره که با بخشی از این از دست دادن قدرت همراه بشه و این گام رو بپذیره برای حرکت بعدی، یا اینکه نه،
بره به سمت اینکه اگر اون در واقع نظام به صورت کامل باز نشه، ممکنه دوباره بعد از چند سال این انحصارات برگرده و من دوباره بخوام اونو تکرار بکنم. یه بخش دیگه هم اینجوریه که انقدر این در واقع امتیازات مبنادار و ریشه‌دار و پرنفعیه که اون نظام سیاسی حاضر برای حفظ این دست به هزینه‌های بسیاری بزنه. این هزینه‌ها میتونه هزینه‌های سرکوب باشه، میتونه در واقع هزینه‌های کودتا شکل باشه و همه اینها که اون منفعت رو نگه داره برای خودش. یک جور اینجا داره یک قضیه هزینه فایده اتفاق میفته که من حاکمیت چقدر ممکن امتیازات رو در ازای اینکه بخوام یک بخشی از امتیازات رو به جامعه برگردونم، اولا جامعه از من تا چه حد امتیازات رو میخواد که بهش برگردونم و بعد من چقدر قدرت سرکوب دارم برای این قضیه، یعنی چقدر میتونم در واقع اون نیازها رو بخوابونم و نذارم اون صداها رو بخوابونم و اون نیازها رو بخوابونم. حالا عجماله خب خیلی پیچیده است، این یک کتاب فکر کنم نزدیک 500 600 صفحه‌ایه که سناریوهای مختلفی بله به این راحتی توصیفش کرد و من هم شایستگی اینو نشاشم که بخوام اون کتاب رو کامل توضیح بدم، اما واقعیتش اینه که به نظر میرسه اون چیزی که شما گفتین با این در واقع چارچوب نظری تا حدی قابل توصیف باشه نسبت به این که من با یک گروه‌های دارای نفعی روبرو هستم که این گروه‌ها نفع بسیار بزرگی دارن در حوزه اقتصاد و سیاست و با یک جامعه طرف هستم و من تا جایی که بدونم این در واقع سرکوبی که داره میتونه اتفاق بیفته هزینه‌اش رو میتونم بپردازم که این هزینه هم میتونه هزینه اخلاقی باشه، هم میتونه هزینه مالی باشه و هم میتونه هزینه سیاسی باشه. نسبت به اینکه این منابع رو نگه دارم اینجا کجا توازن پیدا میکنه؟ به نظر میرسه که توی سالهای گذشته وزنه این ترازو به سمت گروه‌های دارای منفعت قوی تر بوده که ما به این سمت و سو حرکت کردیم، وگرنه دوره‌های مختلفی بوده که حاکمیت امکان این رو داشته که امتیازاتی رو به جامعه منتقل بکنه، ولی متاسفانه یا این کار رو نکرده یا خیلی دیر این کار رو انجام داده. ما میتونستیم در واقع در خود همین سالهای اخیر در 1401 یک اتفاقاتی رقم بخوره که جامعه بفهم دستاوردهایی داشته و میتونه برای آینده تلاش‌هایی بکنه. این اتفاق نیفتاد یا اگر اتفاقایی افتاد به در واقع به زور مقاومت مدنی مردمی خیلی دیر اتفاق افتاد. همین اتفاق رو ما تا حدی توی 98 دیدیم و برگردیم حتی عقب‌تر، ما شاید بتونیم بگیم در 88 دیدیم این اتفاقات رو و به نظر میرسه که تاکنون حاکمیت اگر هم در واقع به سمت این مذاکره رفته بیشتر در حوزه سیاست خارجیش رفته. یعنی اونجایی که حاضر شده امتیازاتی رو بده که در نهایت یک ثباتی رو، یک کاهش تحریمی رو یا یک عبور از خطر جنگی رو بپذیره، ولی ما این معادله رو در مقابل حاکمیت با جامعه و مردم متاسفانه به نظر میرسه که ندیدیم. خب یه این سوال رو به عنوان بخش آخرمون در مورد این صحبت کنیم که چه باید کرد. حالا ما چجوری میتونیم از این تله، از این دام، از این وضعیت فعلی خارج بشیم با توجه به اینکه هم در جامعه وضعیت مداوما خراب شده و هم یعنی به علاوه خراب شدن وضعیت عینی به لحاظ ذهنی هم جامعه امیدش رو از دست داده، هم در حاکمیت و دولت شما دارید میگید که وزنه گروه‌های ذی‌نفع چنان شده که دولت دیگه مصلحت خودش رو که همون تداوم خودش باشه حتی داره فدای افراد میکنه. جمله‌ای که سعید لیلاس قبل از این اعتراضات گفت که ما به جایی رسیدیم که باید نظام سیاسی بین خودش و برخی افراد در واقع خودش رو انتخاب بکنه که علی‌الظاهر نمیکنه. حالا به عنوان کسی که به عنوان یک پژوهشگر اقتصادی که این روندها رو داری میبینی، با توجه به اینکه خب قطعاً کشورهای دیگه بودن شبیه ما بودن، مسیرهایی که خودمون در طول تاریخ طی کردیم، تو فکر میکنی چه کاری میشود کرد؟ چه راه فراری وجود داره؟
ببینید این مواردی که تا الان با هم در موردش صحبت کردیم به نظر من مواردیه که تا قبل از 7 یا به عبارتی 10 دی ماه ما میتونستیم بشینیم اینجا و با هم در موردش صحبت بکنیم. واقعیت اینه که اتفاقات دی ماه یک شرایطی رو رقم زده که حتی این تحلیل ها هم انگار به نظرم پاسخگو نیست و این چه باید کرد خیلی علامت سوال بزرگتری اومده جلوش. یعنی من فکر میکنم توی مرحله اول ما اول باید به این اتفاقه و به این رنجی که جامعه متحمل شده یک رسمیتی بدیم. این رسمیت دادنم فراتر از آن چیزی است که متاسفانه تو این چند وقت دیدیم، از جمله برگزاری مراسم‌های خاص دولتی یا هر چیزی، اینها به جای اینکه نتیجه داشته باشه نتیجه عکس داره. ما از یک طرف شاهد روایت‌هایی هستیم که دائم این اتفاقات رو به حضور گروه‌های خاص، گروه‌های تروریستی نسبت میدن و از یک طرف شاهد برگزاری مراسم‌های دولتی هستیم برای کسانی که در این وقایع جان خودشون رو از دست دادن. اینا اتفاقا نه تنها شنیدن صدای جامعه نیست که بر ضد اونه، یعنی خاموش کردن اون اتفاقی که افتاده و رسمی سازی روایتی که قراره که حاکمیت دوست داره که اون رو در واقع به عنوان روایت اصلی مطرح بکنه. من فکر میکنم توی مرحله اول ما باید بپذیریم که یک اتفاق ویژه‌ای افتاده، اتفاقی که بنا به داده‌های کاملا رسمی 3000 نفر، بیش از 3000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. من هیچ اتکایی به روایت غیر رسمی هم الان اینجا نمی کنم که بعضن تا 20000 نفر هم این قضیه رفته. همین روایت 3000 نفر رو در نظر بگیریم. ببینید یه مقایسه‌ای بکنیم. ما 12 روز در این کشور جنگ داشتیم، جنگی که میدونیم در واقع نیروی حمله کننده به این کشور تقریبا میتونیم بگیم آبروی در سطح سیاسی حتی در جهان هم دیگه نداره و یک رژیم به طور کامل کودک کشه و ما توی اون اتفاق نزدیک 1200 نفر، حالا من آمار رو الان دقیق در خاطره نیست، بیش از 1000 نفر غیر نظامی در اون وقایع کشته شدن و جان خودشون رو از دست دادن و جامعه درگیر یک شوک بود، یک شوک 12 روزه‌ای که به یک دفعه باهاش مواجه شد و این همه جان رو دید که از دست میرن. همین اتفاق ما داریم نگاه میکنیم که با چند ماه بعد در 2 روز ما طبق روایت رسمی ما 3000 جان رو از دست دادیم. این فاجعه واقعا فاجعه بزرگیه. من توی مرحله اول من به نظرم اینه که اول باید این صداها شنیده بشه. ببینید ما اگر برگردیم به آنچه که کشورهایی که تونستن گذاری رو رقم بزنن، برگردیم به تجربه مثلا آفریقای جنوبی، می‌بینیم که اون نقطه نجاته برای اون کشور جایی رقم خورد که به آدم‌ها اجازه دادن روایت‌هاشون گفته بشه و آدم‌هایی که مسئول اون اتفاقات تلخ طی سال‌های تلخ حکومت آپارتاید در اون کشور بودن باید میشنیدن و پاسخ میدادن. این جایی بود که جامعه به اون نقطه‌ای رسید که میبخشیم اما فراموش نمی‌کنیم. ببینید این حرف‌ها لزوماً حرفاییه که نمیتونیم بگیم فقط به اون جمله اتکا کنیم ولی فضایی که ایجاد شد تا اون جمله به واقعیت به پیوند رو در نظر نگیریم. ما الان از جامعه انتظار داریم که در واقع در برابر این 30 سالی که الان همه ما داریم احساس میکنیم به گزینه‌های مثل جنگ تمایل نشون نده، چون احتمالاً فجایع خیلی بدتری پیش روی جامعه است. اما خب چه کار باید کرد؟ چه کار باید کرد که جامعه به اون سمت نره؟ من فکر میکنم گزینه اول شنیدن روایت افراد. خب حالا تو یه تحلیلی دادی از اینکه گروه‌های، یعنی پذیرفتی که گروه‌های ذی‌نفعی هستن که دولت رو بردن به این سمت. آیا به نظر تو این گروه‌های ذی‌نفع اجازه میدن که این صداها شنیده بشه یا دولت بتواند در برابر در واقع رنج جامعه‌ای که الان داره متحمل میشه واکنش نشون بده؟ ببینید دقیقاً بحث انتخابه، یعنی باید دید که در حاکمیت بر اساس همون هزینه فایده‌ای که خدمتتون عرض کردم
داره چه تصمیمی گرفته میشه. آیا حاکمیت به این نتیجه میرسه که من کماکان میتونم این مسیر رو ادامه بدم و اتفاق ویژه‌ای نیفته، یا نه من به این نتیجه میرسه که لازمه یک اتفاقهایی رو رقم بزنه. در مورد گروه‌های ذی‌نفع هم وقتی ما صحبت می‌کنیم، اینها رو نمی‌تونیم یک در واقع ویژگی یکسانی به همه اینها اطلاق بکنیم. برخی از این گروه‌های ذی‌نفع که در واقع اونها هم ممکنه با همین معامله و معادله روبرو باشن، به این معنی که ما میتونیم و یا ناچاریم بخشی از این نفعمون رو از دست بدیم اما بخشی رو نگه داریم، یا اینکه میتونیم باعث یک فروپاشی اتفاق بیفته که کل این وضعیت از دست بده. اونها هم در واقع دچار این هزینه و فایده قاعدتاً خواهند بود و بر اساس این تصمیماتی رو خواهند گرفت. من نمیدونم واقعا اونها چه تصمیمی خواهند گرفت، اما واقعیت اینه که به نظر من اگر قرار عبوری از این وضعیت اتفاق بیفته، عبور کم هزینه ترین امکان عبوری که از این وضعیت داشته باشیم، این چند تا شرط لازمه در واقع پیش گرفته بشه. اول اینکه روایت جامعه باید شنیده بشه، صدای جامعه باید بهش رسمیت داده بشه، به این رنج باید رسمیت داده بشه و شنیده بشه. موضوع دوم اینه که گشایشی در وضعیت سیاست خارجی ما اتفاق بیفته که اون هم میگم وابستگی کامل به تصمیمات سیاست داخلی ما داره و امور داخلی ما داره. گشایش سیاست خارجی تا چه سطحی باید اتفاق بیفته؟ ببینید تا سطحی که ما هر روز با یک تنش جدید مواجه نشیم. این تنش میتونه هم در واقع یعنی ثبات برگرده به اقتصاد، ثبات و باز شدن فضای اقتصادی. ببینید در مورد همین موضوع ارز باز شدن منظورت اینه که یعنی در واقع اقتصاد از اون انحصارات خارج بشه، یا هم انحصارات هم امکانات در واقع باز شدن فعالیت‌های جدید اقتصادی. ببینید در مورد همون نرخ ارز که ما صحبت کردیم، خب یکی از زاویه‌های ورود نرخ ارز که کشورهای اطراف ما دارن کاملا ازش استفاده میکنن گردشگریه. گردشگری چیزیه که ما در یک مسئله کاملا اقتصادی رو ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم به عنوان یک ظرفیت ارزآوری در کشور به نام گردشگری که هم پتانسیلش در کشور وجود داره و هم تمایلش احتمالاً برای گردشگران خارجی وجود داشته باشه برای استفاده از این پتانسیل. این و گفتگوی ما صرف یک حوزه کاملا اقتصادی که در واقع داره یک ظرفیت رو بررسی میکنه کاملا در گروه یک بخش سیاست خارجی. به چه معنی؟ به این معنی که ثبات وجود داشته باشه، به این معنی که تعاملی با دنیا وجود داشته باشه، به این معنی که بتونه مراوده اتفاق بیفته. ببینید ما در حوزه اقتصاد چیزی داریم به نام هزینه‌های مبادله که خب خیلی ادبیات گسترده‌ای داره، ولی من یک بخش خیلی کوچیکش رو بخوام مثال بزنم از همین شرایط دیما. در اثر قطعی اینترنت برخی از شرکت‌ها نیروهاشون رو زمینی یا هوایی میفرستادن ترکیه یا بعضن اونایی که نداشتن لب مرز یا اربیل که بتونن با اینترنت بتونن سفارش‌هاشون رو در واقع پیگیری بکنن توی اون وضعیت. این یه بخشش فکر کنم تو هیچ مبادله. کتابی به عنوان ترانزکشن فی در نظر گرفته نگرفته. آره این واقعا کتابی فکر نمی‌کنم به این تا این سطح به یک هزینه مبادله در واقع رسیده باشه. این چیزاییه که ما واقعا با این وضعیت باهاش مواجهیم. ما وضعیت ما این خیلی غریب نیست. ما بعد از برجام در کشورمون یک سطحی از ثبات و یک سطحی از حضور شرکت‌های خارجی رو داشتیم، یک سطحی از ارزآوری رو داشتیم، حتی رونق گردشگری رو ما تو اون سطح داشتیم، رونق بومگردی هایی که اون دوره اتفاق افتاد. اینها میگم کاملا بحث‌های اقتصادی پیوریه که حتی شاید من صحبت کردن ازش در یک همچین شرایط اجتماعی سیاسی یه خود عجیب غریب بیاد، ولی خب واقعیتش اینه که این ظرفیت‌ها هنوز صفر نشده وجود داره. اما من یه سوال دارم. ببین حرفت کاملا درسته، ولی من یه مسئله‌ای دارم که اتفاقا از خودت گرفتم. ببین ما بعد از برجام هم بحثی که وجود داشت اینه که نظام اقتصادی ما اصلا قدرت جذب در واقع سرمایه جهانی و استفاده از امکاناتش در دوره پسا برجام رو هم نداشت. یعنی ما بعد از برجام هم نتونستیم به اون اندازه‌ای که تصور میشد و خوشبینی وجود داشت
در مورد اینکه بعد از برجام ما میتونیم از توریسم یا ورود سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم، نتونستیم بهره مند بشیم. یعنی من الان به ذهنم میرسه که اون بحث تو در مورد اینکه کاهش پتانسیل دولت دلیل اصلی این ماجراست، به نظرم میرسه که صرف خیلی در واقع بحث تو رو میکنن که ما بخش عمده ای از مشکلاتمون برمیگرده به نزاعی که با نظام جهانی داریم و قطعا ما باید یک گشایشی هم باز بکنیم. به هر حال وضعیت کنونی از نظر خیلی ها قابل تداوم نیست. همین هزینه مبادله رو برای خیلی ها بالا برده و حتی در خیلی موارد باعث ورشکستگی از بین رفتن کسب و کارها و زندگی ها شده. اما من سوالم اینه که میخوام از کسی که خودش اول این گفتگو در مورد کاهش پتانسیل صحبت کرد، اینه که آیا واقعا گشایش سیاست خارجی مسائل ما رو حل خواهد کرد یا نه؟ ببین در مورد دوره بعد از برجام هم ما باید باز تعریفمون رو از دولت یه خود دقیق تر بکنیم. ما در حاکمیت ما به نظرم در دوره پس از برجام هم اون یک دستی رو نداشتیم. ما از یک طرف برجام تصویب شده بود، از یک طرف در مقابلش صحبت میشد، حتی تهدیدات نظامی اتفاق می افتاد. خب نظام جهانی اینها رو میبینه. یک مثالی هست میگم پول به شدت ترسوه. یعنی اگر اطمینان پیدا نکنه که اون قراردادی که بسته شده میتونه در طولانی مدت باقی بمونه، خیلی به این راحتی وارد کشور نمیشه. و ما به نظرم این که در اون دوره هم ما نتونستیم اون اطمینان لازم رو برای شرکت‌های خارجی ایجاد بکنیم. اما بیایم یه سطح این طرفتر، فارغ از شرکت‌های خارجی، ما در مورد حتی سرمایه داخلیمون هم نتونستیم این کار رو انجام بدیم. یعنی این میزان از فرار سرمایه‌ای که داره اتفاق میفته، فارغ از بحث سیاست خارجی و ورود سرمایه‌های خارجی، وضعیت عدم یک دستی حاکمیت در مورد حتی شرایطی مثل برجام، حتی در مورد سرمایه‌های داخلی همین اطمینان رو ایجاد نکرد که حالا من میتونم سرمایه گذاری‌های خوبی در کشور خودم داشته باشم. ما در نهایت خروج سرمایه رو هم در همون داشتیم. پس در نتیجه یک بخشش ناشی از اینه که حتی اون قرارداد هم اگرچه که گشایش‌هایی ایجاد کرد، میگم خب ما تو اون دوره داریم می‌بینیم که تورم کاهش پیدا کرد، کمی وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کرد، اما نه به اون سطح که بگیم که ما به یک گشایش اقتصادی رسیدیم، نبود. هم اون محدودها رو باید بپذیریم که واقعا اتفاق افتاد و هم حداقل در بین حداقل‌های موجود ما می‌دیدیم در دستیابی به یک سری کالاهای کلیدی کشور با مشکلات کمتری مواجه بود. هم این رو میپذیریم و هم باید بپذیریم که نه، اون عدم یک دستی در حاکمیت و اون عدم اطمینانی که کماکان روی سرمایه گذاران وجود داشت، چه خارجی چه داخلی، عملاً از اون فرصت هم نشد استفاده خوبی بشه. اما برگردیم روی اینکه آیا ظرفیت دولت و دولت این ظرفیت رو داره که بتونه این کار رو انجام بده. واقعیتش اینه که نه، ما سالهاست با کاهش ظرفیت دولت مواجهیم و از یک طرف گروه‌های سازمان یافته‌ای داریم، همونطور که در واقع در جای بحثم صحبت کردیم، که خیلی تحت تاثیر تغییرات 4 ساله و 8 ساله دولت‌ها نیستن و خیلی پایه‌ای‌تر و بنیادی‌تر منافع خودشون رو شکل دادن و از اون طرف دولت‌هایی رو باهاشون مواجه هستیم که میان حضور پیدا میکنن، تازه 1 یا 2 سال طول میکشه که بشناسن گروه‌های خودشون رو، مشکلات رو بشناسن، اون نارسایی‌های نهادی رو بشناسن و بعد تازه برسن به نقطه عمل. ما اون رو هم داریم و باید این رو هم توی ذهن داشته باشیم که حتی اگر در مورد این حرف میزنیم که سیاست خارجی باید دربش گشوده بشه و وضعیت ثبات ایجاد بشه، به این معنی نیستش که ما از فردا اتفاقات خوبی رو شاهد خواهیم بود. ما یک روالی داشتیم که به اعتقاد بعضی از اقتصاددان‌ها از بعد از جنگ، به اعتقاد برخی دیگه حتی از همون بعد از شوک 53، به اعتقاد خیلی حتی بسیار قدیمی تر حتی برگردیم، ویژگی هایی داره اقتصاد ما که این ویژگی ها راحت با یک تغییر کوچیک در نظام سیاسی یا حتی تصمیم سیاسی تغییری نخواهد کرد. یعنی یک نکته کوتاهی بخوام بگم در این زمینه، ما اگر بریم کتاب‌های مربوط به کارشناسانی که دهه 40 اومدن از هاروارد توی ایران بخونیم و
اصلا توجه نکنیم، جلد اون کتاب رو بکنیم و به عنوان یک گزارش بدیم به یک نفر بخونه، فکر نمی‌کنه که این گزارش برای اون دهه است. فکر می‌کنه که در مورد همین دهه، حالا یا دست کم در مورد دهه 80 ایران داریم صحبت می‌کنیم. در این طی ما یک نظام سیاسی در ایران عوض شده، به طور کامل بوروکرات‌های ایران عوض شدن، یک جنگ پشتش سر گذاشته شده، چند نگاه اقتصادی در دولت‌های مختلف تغییر پیدا کرده ولی مشکلات بنیادین سر جاشون هستن. پس این رو هم باید بپذیریم و دچار این خوشبینی نباشیم که اگر یک اتفاقاتی اونجا افتاد به این معنیه که کشور دیگه مسیرش باز شده و داره در واقع به مسیر در یک دوره 4 ساله، یک افق کوتاه مدت ما به یک نتیجه خوبی میرسیم. نه، واقعیت اینه که اینا رو میزه و وجود داره، ولی پیش مشکلات ساختاری وجود. ولی پیش شرطش سوالمو یه جور دیگه بپرسم. من متوجه شدم به درستی هم داری میگی آقا مشکلات ساختاریه و حتی به این رژیم سیاسی هم ربط نداره، در رژیم قبلی هم همین اتفاق افتاده و این مشکلات وجود داشته. اما برای اینکه برای مخاطبا ملموس‌تر باشه، ببین اینجوری برات بگم که برای این در واقع حل این مسئله و عبور از این بحران، بعضیا که نظرشون در واقع روشن که تغییر رژیم سیاسی مثلا این باید برداشته بشه، که تقریبا میتونم بگم جواب تو مشخصه. کما اینکه انقلاب باعث نشده که این مسئله حل بشه، قاعدتا تغییر رژیم سیاسی هم لزوما این مسئله رو حل نخواهد کرد. حالا اگر بخوایم یه نگاه اصلاحی به این قضیه داشته باشیم، آیا در واقع ما دو تا نگاه داریم. یک نگاه بر حسب دموکراتیزاسیون جلو میره، یعنی میگه اگر این نظام شروع کنه به دموکراتیزه کردن خودش این اتفاق حل میشه، یعنی انتخابات آزاد برگزار بکنه، مردم مشارکت بده، فلان بهمان. بعضیا با یه رویکرد بوروکراتیزاسیون نگاه میکنن، یعنی میگن اون زوال نهادی، کاهش ظرفیت، اینها برمیگرده که تو سیستم بوروکراتیکت مشکل داره، اینها رو با از طریق گشودن یک سری روزنه‌ها، یک سری کارهای بوروکراتیک ما میتونیم اینا رو حل بکنیم، که یه جریان‌های سیاسی هم اینها رو نمایندگی میکنه. ما به اون جریان سیاسی کاری نداریم، ولی من فکر میکنم فارغ از اینکه چه آدم‌هایی چی میگن، واقعا در کشور تقریبا همین دو تا نگاه وجود، یعنی یک نگاه از پایین، یعنی با مشارکت مردم انتخابات آزاد این کار میتونیم بکنیم، و یک نگاهی میگه از بالا با بالا بردن ظرفیت بوروکراسی دولت. شما فکر میکنید ما چه جوری میتوانیم از این بنبست خارج بشه؟ ببینید واقعیتش اینه که من فکر میکنم نمیشه اصلاحات بوروکراتیک رو اصلا جدا از اصلاحات سیاسی نگاه کرد. ببینید اگر فضای سیاسی باز نشه، ما دائم باید خودمون در موقعیتی قرار بدیم که پشت یک در بسته قرار بگیریم و در بزنیم و بگیم خواهش میکنیم ما رو بپذیرید در ساختار خودتون، چرا که ما میخواهیم از اصلاحاتی رو در ساختار بوروکراتیک ایجاد بکنیم. و به نظرم این واقعیت اینه که حتی تجربه این مدت هم نشون داده که این اتفاق نمیفته، یعنی هم تا وقتی اون اتفاق در فضای سیاسی نیفته، هم پذیرش حتی افرادی که کاملا همدلانه دوست دارن که در همین فرایند و فضای موجود اصلاحاتی رو انجام بدن، عملا در روی اونها هم بسته شده و بسته میمونه. و اینو ما بارها در دوره‌های مختلف دیدیم. در نتیجه اصلا صحبت از این که ما میتونیم اصلاحات بوروکراتیک انجام بدیم در فضایی که اصلا به اصلاحات سیاسی کاری نداشته باشیم، عملا به معنی حذف دائمی حتی همین گروه‌هایی که به اصلاحات بوروکراتیک اعتقاد دارن، و یا اینکه دل بستن به یک اصلاحات بوروکراتیک بسیار کوچیکی که در برابر این هجوم اتفاقات منفی که داره در ساختار سیاسی اقتصادی ما اتفاق میفته، عملا جایی به عنوان این که داره اصلاحی اتفاق میفته دیده نمیشه. پیامد منفی بعدیش اینه که انقدر این نگاه خودش رو وابسته به حاکمیت و پذیرش اینکه توسط حاکمیت پذیرفته بشه میکنه که اصلا یادش میره که جامعه چی میخواد. ببینید ما این رو نه الان که باز من برگردم به همون پیمایش ارزش و نگرش ها، نهادها و احزاب سیاسی از مردم پرسیده شده بود که نهادها و احزاب سیاسی چقدر شما را نمایندگی میکنن و شما چقدر به اونها رجوع میکنید، و میتونم بگم که از آخر احزاب تقریبا 4م یا 5م بودن برای این قضیه. یعنی احزاب نمایندگی دیگه در این کشور ندارن برای مردم. چرا؟ شاید یکی از دلایلش همین باشه که من انقدر منتظر بودم و در زدم که حاکمیت من رو بپذیره که اصلا یادم رفته که جامعه از من چی میخواد.
و همونطور که عرض کردم خدمتتون تا اون گشایش سیاسی اتفاق نیفته حتی این نگاه هم خیلی جایگاهی در این که بتونه اصلاحی انجام بشه نداره. ولی اون مثلا ببخشید در واقع اونام، یعنی در واقع نگاه بوروکراتیک یا نگاه از بالا، مدافع تغییرات از بالا، میگه که بحث دموکراتیزاسیون همیشه با یک آشوبی در کشور روبرو بوده که هم فرآیندهای توسعه رو مختل کرده مثل شهریور 20 و همچنین اینکه به شدت باعث ترس اون هسته سخت حاکمیت شده و ممکنه که گاردش بسته تر بشه و رو به اصلاحات. اینو تو فکر می‌کنی جوابت چی باشه؟ ببینید باید نگاه کرد به این که فراینده چجوری رسیده به این نقطه‌ای که ما جامعه بین این که انتخاب در واقع این رو بکنه که از طریق سیاسی نیازهاش رو مطرح بکنه به این جایی رسیده که بخواد از طریق شورش که اون هم نوعی از جنبش اجتماعیه بالاخره داره این کار رو میکنه. ما نمیتونیم یک نقطه رو نگاه بکنیم بدون اینکه ببینیم فرایندی که جامعه به اون نقطه رسیده. طبیعتاً ما در یک فرایندی به اینجا رسیدیم و یک خشم بسیار زیاد داریم. ولی آیا به هر حال این نگرانی وجود داره؟ آیا میشه اینو حل کرد یا میگین که نه الان مقتضای شرایط اینه که حاکمیت این میزان از فشار اجتماعی رو هم تحمل کنه؟ منظورتون از تحمل متوجه منظورم اینه که به هر حال عرض کردم میگن که آقا اگر ما بتونیم روزنه‌های سیاسی رو باز بکنیم و یک مثلا مشارکت بیشتری رو جلب بکنیم به هر حال و دولت منتخب یا احزابی که منتخب میشن یا نماینده‌هایی که میان رو سهم بیشتری در حاکمیت بدیم، اینها قدرت عمل بیشتری داشته باشن، خودمختاری بیشتری داشته باشن، بتون عملیات بیشتری داشته باشن، این ممکنه که باعث یک سری آشوب و آشفتگی در نظام سیاسی بشه. شما گفتین که خب ببینید به هر حال یک انباشتی از اعتراضات شده و طبیعتاً ما باید اون رو در نظر بگیریم. یعنی این موجهه، منم با شما موافقم که باید گذشت. ولی حالا برای اینکه بتونیم در واقع مشکلات این راه حل رو حل کنیم شما چه فکر می‌کنید؟ ببینید من دست کم میدونم که اون نگاهی که بخواد فقط از سطح بوروکراتیک مشکل رو حل بکنه جواب نداره. من این رو تقریبا میتونم بگم از چه جهت از نگاه من ممکنه در واقع به این نگاه هم نقدی وارد باشه که قطعا هست. این پیشبرد این نگاه دو تا شرط اصلی میخواد. یکی این شرط که بالاخره شما میخواین از سازوکارهای دموکراتیک موجود استفاده بکنید دیگه، هرچند که بگیم ممکنه این سازوکارها هر سال ضعیفتر و ضعیفتر شده باشه، میخواین از انتخابات استفاده بکنین و همه اینها و نیاز دارین که جامعه همراه شما باشه. شما چقدر نمایندگی جامعه رو میکنید در این شرایط؟ پس یه بال این قضیه اون بخشه. یه بال دیگه هم حاکمیتیه، یعنی چقدر حاکمیت پذیرای شماست در این تغییرات. من فکر میکنم این دو تا بال رو این جریان هر دو از دست داده. ما حتی در انتخابات اخیر هم تا حدی همین موضوع رو می‌دیدیم که با وجود دو قطبی انجام شده و با وجود این که همین نگاه تونست خودش رو به قدرت در واقع اون دولت رو به دست بگیره، اما آیا تونست اون اصلاحات بوروکراتیک مد نظرش رو انجام بده؟ آیا اصلا پذیرفته شد در سطح حاکمیت که برای اینکه یک سری از اصلاحات رو انجام بده؟ آیا حتی کسانی که این نگاه رو تئوریزه میکنن خودشون برای حضور در ساعت‌های سیاسی خیلی کوچیک‌تر مثل همین شورای شهر و اینها پذیرفته شدن برای اینکه بتونن این کار رو انجام بدن، فارغ از این که اصلا جامعه اونها رو نماینده خودش میدونه یا نه؟ ما حتی در واقع در یک دوره این موضوع هم باهاش برخورد داشتیم که اتفاقا ممکن بود نه تقابل جدی و خشونت‌آمیز ولی تقابل فکری این جریان رو با جامعه داشتیم که جامعه دچار یک ناآگاهیه که از این نگاه پیروی نمی‌کنه. این جامعه رو متهم می‌کردن که تو مقصری که از این نگاه حمایت نمی‌کنی و حتی مثلا حمایت از نگاه مربوط به جامعه رو نوعی پوپولیسم و عوام‌گرایی و توده‌گرایی می‌دونستن و مقابله با این قضیه رو یک جور شجاعت در مقابل اینکه به اون وضعیت نیفتید. من فکر می‌کنم این نگاه در هر دو بال این در واقع پیشرفت خودش با نقص‌ها و در واقع چالش‌های جدی مواجهه. اما اینکه آیا اگر یک فضایی باز بشه ممکنه این فضا به یک شورش‌های عمیقی ختم بشه که اون شورش‌ها اصل یک نظام سیاسی رو از بین ببره و کشور رو دچار چالش‌های خیلی جدی از یا حتی در سطح پایین‌تر یه آشفتگی در تصمیم گیری ایجاد بکنه، یا بخواد در واقع همین یعنی مثلا شهریور 20 منجر به فروپاشی نشده ولی کشور قفل بوده تا نهضت ملی واقعا هیچ اتفاقی نمیافتاد. درست. خب
من فکر میکنم که این مدل رو ما باید باهاش دقیق تر برخورد بکنیم. شما شهریور 20 رو دارین مثال میزنین، ما میتونیم از 30 تا 32 در کشور مثال بزنیم. ما میتونیم در واقع حالا حتی اون هم دوره کوتاه مدتیه و میشه به اون هم نقد وارد کرد، یعنی بگیم همین کوتاه مدت بودنش نشون دهنده منظورت از 32 نهضت ملیه که میگی ضمن آزادی‌های سیاسی کشور به هر حال یک جهتی رو داشته میرفته جلو، جهتی رو داشته میرفته، هرچند کوتاه مدت، حتی اونم با کودتا خنثی میشه و موارد مثل میخوام بگم که شاید پاسخ به این سوال واقعا سوال راحتی نه. سوال که اصلا سوال راحتی نیست، پاسخش هم به همین شکل راحت نیست. اما در پاسخ به اون سوال من فقط میتونم این رو بگم که اون نگاه به نظر من نگاهیه که در نهایت نمیتونه موفق بشه و هر چقدر هم بخواد روی این پافشاری بکنه این دوبار رو هی بیشتر داره از دست میده. اما در مورد اینکه اگر فضا باز بشه یا به یک آشفتگی تصمیم گیری میرسیم یا نمیرسیم، این موضوعیه که داره در موردش صحبت بشه. من به نظرم میرسه که ما هنوز این ظرفیت رو داریم در مورد اینکه بتونیم با استفاده از نیروهایی که در کشور هستند، هنوز دلسوز این کشور هستند، وضعیتی رو داشته باشیم که گام به گام بتونیم از آنچه که امروز شاهدش هستیم جلو بریم و فراتر بریم و به سمت بهتری حرکت بکنیم. اما یک واقعیت تلخی رو هم باید بپذیریم که شاید ما میتونستیم این گفتگو رو مثلا سالهای 88 90 92 اینها با هم داشته باشیم. اون موقع ظرفیت برای این حرفا خیلی بالاتر بود. ما الان توی یک نقطه خیلی خیلی ویژه‌ای هستیم که خدمتتون عرض کردم حتی بخشی از جامعه برای عبور از این وضعیت حاضر به یک شوک‌های تلخ و پرهزینه‌ای مثل جنگ تن بده. در این شرایط خیلی شاید حتی صحبت از این که من به راحتی بگم اگر فضا باز بشه اتفاق خوبی بیفته، من واقعا جسارت این رو ندارم که همچین حرفی بزنم و واقعا در این مورد ولی از جوابت به نظرم رسید که گزینه‌هایی یا در واقع بخشی از نخبگان کشور که هنوز اندک مشروعیتی در بین جامعه دارن میتونن پلی بشن که ما این مسیر رو کم هزینه تر. تو امیدت به اون بخش از من به نظرم با اینکه الان من هنوز به عنوان یک عضوی از جامعه دقیقاً در همون شوکه به سر میبرم و خب این شوک باعث میشه که ما هممون نسبت به آینده نگران باشیم و حتی شاید خوشبین هم نباشیم. اما بین گزینه‌های موجود که حالا صحبتش شد از منظور از جنگ، از تغییر ناگهانی کل ساختاره یا از اون طرف یک اصلاحات کاملا بوروکراتیکه، من فکر میکنم گزینه‌ای که کم هزینه تر و شاید با دستاورد بیشتری باشه برای آینده ایران اینه که روی همین در واقع ظرفیت‌هایی که هنوز مشروعیت لازم رو در کشور بین مردم دارن استفاده بشه، که استفاده از این هم واقعیتش به نظرم شما در مورد جامعه صحبت کردین که آیا اصلا جامعه این رو میپذیره نمیپذیره، آیا به یک شورشی یا یک چیزی ختم میشه. من فکر میکنم در کنار جامعه این حاکمیت هم هست که باید تصمیم بگیره که اصلا میخواد یک همچین مسیری رو بره یا نه. و من فکر میکنم کماکان در جامعه و بخش مهمی از جامعه این عقلانیت وجود داره که میخواد زیست بهتری رو داشته باشه و این زیست بهتر رو میخواد با کم هزینه ترین اتفاق ممکن رقم بزنه. اگر ما میبینیم به سمتی میریم که گزینه‌هایی مثل یک تغییر دفعی در کل نظامی، در کل این حاکمیت و یا یک در واقع مشروعیت بخشیدن به مداخله خارجی رو میبینیم، بیشتر از این که در واقع به این مفهوم باشه که آدم‌ها این گزینه‌ها براشون مطلوبه، اینه که گزینه‌های در دسترس دیگری برایشون خودشون متصور نیستن. اگر گزینه‌ای در دسترس دیگری با آینده روشن‌تری پیش رو بیاد، من فکر می‌کنم که جامعه این عقلانیت رو داره و در سال‌های گذشته هم نشون داده که این عقلانیت رو داشته که به گزینه کم هزینه‌تر رو بیاره برای بهبود زیست خودش. ولی تا زمانی که این گزینه‌ها دائم بسته بشه، جامعه‌ای که در بقا داره خودش رو در واقع زیست میکنه، در نهایت برای خروج از این وضعیت میخواد که یک حرکتی بکنه، میخواد که یک انتخابی بکنه. وقتی گزینه انتخابی دیگه ای نباشه،
گزینه‌های انتخاب پرهزینه تنها گزینه‌های ممکن خواهد بود به نظر. بسیار خوب. خانم گلاب خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردیم و سوالات ما پاسخ دادید. خیلی استفاده کردیم. سلامت باشین. ممنون از شما.